بس دیگه. گفتم بس کن، ساکت شو. وایسا. خدای من که دقیقاً دارم همون کارا رو میکنم، ولی من اصلاً دلم نمیخواد تو هم همون حسی رو داشته باشی که من تجربه کردم. تجربیات اولیه ما با مراقبان اصلیمون که بالبی با عنوان دلبستگی ازش یاد میکنه، الگوی رفتارهای آینده ما رو میسازه. این سورس موقعیتی با عنوان آزمایش موقعیت غریب کودکان رو در یک اتاق قرار میده و تحت 2 موقعیت A ترک اتاق توسط مادر و B بازگشت مجدد مادر میاد واکنششون رو میسنجه و طی واکنششون یک سبک دلبستگی ایمن و 2 سبک ناایمن رو معرفی میکنه. در دلبستگی ایمن تو موقعیت A واکنش منفیه، تو موقعیت B استقبال میکنه و واکنشش مجددا مثبت میشه و به ادامه کنجکاویش میپردازه. شخصیتشون معمولا هویت سالم مارسیاست. ناایمن اجتنابی در بدو ورود مستقله، مادر میره بی تفاوته، تو موقعیت بی برمیگرده بی تفاوته و کلا کار خودشون میکنه. شخصیتشون معمولا میشه مثل شخصیت‌های اسکیزوفرنی ها. ناایمن در واقع 2 سوگرا بچه‌هایی هستن که مضطربن، وقتی مادر میره واکنششون منفیه، برمیگرده باز همین واکنش منفی رو ادامه میدن و الگوی پرخاش و مقاومت از خودشون نشون میدن. ساختار روانیشون شبیه مرزی هاست. در نهایت یک سبک دیگه هم شناسایی شده با عنوان ناایمن آشفته که تکلیفشون خیلی مشخص نیست، گیج و بهت زده هستن. مادر میره واکنش منفی و بهت زده، برمیگرده یه ذره به سمتش حرکت میکنن، باز می ایستن و توقف دارن رو گیج و منگ هستن. در نهایت با در نظر گرفتن این موارد میشه ارتباط موثر تری داشت.